با سلام خدمت همراهان عزیز. یکی از سوال‌های بسیار بسیار شایعی که توی مطب مریض‌ها از ما میپرسن سوال در مورد اینه که زگیل تناسلی چیست. یکی از بیماری‌های بسیار شایعی که در حداقل سال‌های اخیر ما خیلی به وفور می‌بینیم در به صورت سرپایی، بیماری هست که شاید خود شما هم شنیده باشید، یه سری باعث نگرانی‌هایی ممکنه در شما شده باشه. بهتره که یه توضیح اول من بدم که این بیماری چیه. زگیل تناسلی در واقع یک بیماری منتقله از راه تماس جنسی هستش که توسط یه نوع ویروس به اسم ویروس HPV این بیماری منتقل میشه. بیماری لزوما در بیشتری موارد انتقال از راه تماس جنسی هست، ولی لزوما از این راه نیست. ممکن از طریق وسایل آلوده، تماسی که با سطوح مخاطی بدن داشته باشه، این ویروس هم در واقع به صورت نادر منتقل بشه، ولی این راه انتقال اصلی ویروس نیستش. همون راه تماس جنسی است و باید مراقبت‌های لازم رو داشته باشید.